درود خواننده زکی روزنامه جوانان تاجیکستان. من سیرای قیوم‌الدین هستم و شما را با محتوای نشر نو روزنامه آشنا می‌سازم. عمر شیرخان: هرچی یافتم از ژورنالیستیکا یافتم. این مطلب راجع به حیات و فعالیت ادیب و روزنامه‌نگار عمر شیرخان گفته می شود که در عرفه جشن زادروزش که 5 ایون است به نشر رسیده است. عمر شیرخان دایر به ژورنالیستیکا و پوبلیسیستیکا چی ها میگوید؟ با سر زدن در این مطلب زیرین می توانید آگاه شوید. نه هر قوم و ملت حس ملی دارد. با این مصاحبه بابت قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان روی چاپ آمده است. در مطلب مذکور آید تربیت وطن دوستی جوانان، بلند برداشتن حس ملی شهروندان و تربیت اخلاقی آنها گفته می شود. در شرایط امروز قبول قانون مذکور چه مهمیت دارد؟ وطن دوست کیست و با کدام راه‌ها وطن دوستی را در ضمیر هر یک شخص زیاد نمودن لازم است؟ به این سوال‌ها مطلب زیرین پاسخ خواهد گفت. فیلم‌های تصویری آنها بر روان کودکان تا کجا تاثیر می‌رسانند؟ این یکی از آن مطلب‌های جالب و خواندنی باب شماره 9 روزنامه است. در این مطلب مؤلف وابسته به فایده و ضرر فیلم‌های تصویری با استفاده از نظر کارشناسان تحلیل خوبی انجام داده است که مطالعه آن حتما که برای شما والدان به اهمیت نخواهد بود. من پیش از آن که با رقیب خود وارد میدان رقابت گردم درباره او معلومات زیادی پیدا می‌کنم. این حرفا را مفزنی تاجیک بهادر عثمانوف گفته است که در مطلب بهادر عثمانوف ورزشکاری که پس از 12 سال تاریخ سازی کرد درج گردیده است. این مفزنی تاجیک چه مرحله ها را طی نموده است؟ چرا پیش از مسابقه ها نوارهای رقیب خود را حتما تماشا می کند؟ با این سوال ها مطلب زیرین پاسخ خواهد گفت. گراند پری دوشنبه 2023 جودوکاران تاجیک در خانه خودشان ارزنده برآمد می کنند. این مطلب بابت گراند پری دوشنبه 2023 قصه می کند. در مطلب مذکور از جمله گفته می شود که آن با تشبوس به واسطه شهردار دوشنبه و پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان بار اول در کشور دایر می گردد. در این مسابقه سطح جهانی چند ورزشکار تاجیک اشتراک و قوه آزمایی خواهند کرد؟ با این و چندی از سوال‌های دیگر راجع به این مسابقه می توانید با سر زدن به مطلب زیرین پاسخ پیدا کنید. منطقه امکانیت ها نیز یکی از مطلب های جالب و خواندنی این نشر روزنامه به شمار می رود. در این مطلب راجع به امکانیت های منطقه آسیای مرکزی اینچنین تلاش ابرقدرت ها برای منفعت های ژئوپلیتیکی گفته می شود. چرا ابرقدرت دولت ها به آسیای مرکزی توجه دارند؟ در این منطقه بیشتر چه منفعت هاست؟ بعد مطالعه این مواد حتما به این سوال هایتان پاسخ می گیرید. می خواهید از این و دیگر موادهای جالب آگاه بشوید؟ پس روزنامه جوانان تاجیکستان را پیدا بنمایید و مطالعه کنید.